ایجادکاری یکی از جنبه‌های مهم رشد معنوی و فکری کودک است. رسم کشی، شعر ایجاد کردن، سرودخوانی، رقص و دیگر هنرهای ایجادی به کودک امکانیت می‌دهد که فکر و احساسات خود را بیان کند و دنیای باطنی خود را غنی گرداند. مکتب‌ها با درس‌های صنعت، موسیقی و اکتوری به رشد حیات ایجادی کودکان مساعدت می‌کنند. در شرق نیز کودکان را از خورده با شنیدن افسانه، ezber کردن شعرها و رقص و بازی مردمی جلب می‌کردند که همه اینها ایجادکاری آنها را تحریک می‌دادند. برای دستگیری ایجادکاری والدین می‌توانند در خانه شرایط موافق ایجاد کنند. یک گوشه خرده هنرکی در خانه تشکیل دهید که در آن کاغذ و قلم، رنگ، گلمول و دیگر واسطه‌های عادی هنری موجود باشند. کودک می‌تواند رسم کشد، قصه بنویسد یا خطاطی کند. حتی اگر این ایجادهایش ساده هم باشند، باید او را تشویق کرد و تعریف نمود، زیرا مهم ایجاد کردن است، نه کامل بودن نتیجه. آموزگاران نیز می توانند با دادن وظیفه های ایجادی، مثلا درباره فصل دوست داشتن رسم کش یا یک شعر درباره آیلت نویس، شاگردان را الهام بخشند. شرکت کردن در محفل های هنری یا موسیقی نیز واسطه خوب است. اگر امکان باشد، کودک را به محفل رسامی، سرودخوانی یا حتی برنامه ساده ربات‌سازی نام‌نویس کنید، وابسته به ذوق و هوسش. این کار به او امکان می‌دهد که با کودکان هم هنر و هم ذوق واخورد و یک جایه ایجادکاری را آموزند. در نتیجه ایجادکاری کودک را ذهناً و روحاً رشد می‌دهد، اندیشه‌رانی و مشاهده‌کاری را قوی می‌کند. آیا شما والدان و استادان عزیز این تجربه ها را انجام داده اید؟ لطفاً نظر خود را نویسید. شریک برنامه ما شرکت لین دیوید میباشد. لین دیوید، برای تمام عائله.